سلام دوستان گلم، امروز میخوام براتون یه فیله استریپس متفاوت درست بکنم با محصولات تاپ تم. با ما همراه باشی و لذتشو ببرید. من یه دونه به نمایندگی شما تست بکنم با یه سس سویت چیلی که خودم درست کردم. دستور اونم تو کپشن براتون میذارم. تاپ تم رو من به فیله های مرغم اضافه کردم که هم یه فیله میخوام متفاوت و خاص براتون درست بکنم و همین که سریعا هم مزه میگیره با این روش و اینکه یه کار خیلی قشنگ و خوشمزه میشه و شما به راحتی میتونید از این مرینیتا استفاده کنید، خریداری بکنید و باهاش درست بکنید، آشپزی بکنید. به مدت نیم تا یک ساعت بهش زمان میدم تا کاملا تم بگیره، بعد دوباره برمیگردیم برای سوخاری کردنش. خب فیلای مرغمونم تمدار شد با مرینیت های تاپ تم. بریم برای سوخاری کردنش. به این حالت فیله های مرغ رو یه انگشت بزنید تا یه مقدار باز بشه. اینم از دومیش. داخل این آردم کلی ادویه زدم، همینا بهتون میگم، تو کپشن براتون مینویسم. حالا من روش سوخاری کردن رو بهتون میخوام یاد بدم. اول یه مقدار آردی که کلی ادویه داره رو روی فیله های مرغ میریزیم که تو این مرحله جداسازی بهش میگیم. حالا میریم برای پولک دادن و سوخاری کردن. نگاه کنید چقدر ساده و راحت. به این حالت نگاه کنید، خوشگل. شما میتونید تو خونه برای بچه هاتون این غذا درست بکنید. خب توی این مرحله پولک ریز بهش دادیم، بعد یه شوک آب سرد بهش میدیم به مدت 20 ثانیه. 20 ثانیه که به مرغامون شوک دادیم، آب اضافهشو میگیریم، دوباره میذاریم داخل آرد. حالا اگر تو خونه شما از این ظرفا نداشتید میتونید که یه ظرف گردو بذاری به راحتی این کارو باهاش انجام بدید. توی این مرحله دوباره از هم جدا میکنیم مرغا، بعد میریم برای سوخاری کردن. تو این مرحله یه مقدار سرعت رو باید بیشتر بکنیم تا خیلی پولکی خوشگل بشه با این کار. نگاه کنید، لذت ببری با آشپزی. خب اینم از پولکی شدن فیله مرغامون. نگاه کنید، لذتشو ببرید. حالا بریم برای سرخ کردن. من دمای دستگاه رو 300 درجه گذاشتم که فیلای مرغ رو باهاش سوخاری بکنم. به همین روش آروم آروم ول میکنیم داخل روغن داغ. بعد پولک رو ببینید. شما میتونید با این محصولات تو خونه مثل رستوران غذا درست بکنید. اینم از فیله‌های سوخاری ما که بعد از 5 دقیقه آماده شد. یه دستمال هم شما مثل من بذارید، روغنای اضافی رو باهاش بگیرید. خب بریم برای چیدمان فیله‌های مرغ. شرکت تاپ تم تولید کننده انواع مرینیت های رستورانی و خانگی در طعم‌های مختلف برای انواع غذاهای دریایی، مرغ، ماهی، میگو، خورشتار. میتونی از این طعم‌های مختلف استفاده بکنی. طعم ترشو داره، تونو داره، کچاپ، زعفرانی و سیروز، جعفری و سبز و خیلی طعم‌های دیگه هم قراره که به زودی به این طعم‌ها اضافه بشه و شما به راحتی میتونید تو خونه و تو رستوران ازش استفاده بکنید و لذتشو ببرید که ما هم واقعا لذتشو بردیم. من راههای ارتباطی برای خرید این محصولات از شرکت تاپ تم رو تو کپشن براتون می‌نویسم که شما میتونید باهاشون ارتباط برقرار بکنید و ازشون بخرید. امیدوارم که شما بتونید درست بکنید و ازش لذت ببرید.